بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. السلام علیکم. شروع میکنیم درسی نهم را. در درس گذشته ما با سکون شناس شدیم و گفتیم که سکون این علامتی است که فقط در بالای حرف ها نوشته می شود و طرز درست خواندن سکون همین طور بود که آواز آمده به بالای حرف سکوندار زده کمی می ایستد. این ایستادن از 1 ثانیه هم کمتر می باشد و باز آواز دوام یافته می رفت. برای مثال مجلسو، مجلسو، یعنی خیلی که شما دیده ایستادید مج گفته کمی ایستاده باز آواز دوام می آمد. مجلسو. موضوع امروزه ما مستحکم کنی می باشد، یعنی ما موضوع سکون را باز هم بسیارتر مشق کرده این موضوع را در سرمان مستحکمتر می کنیم. خوب نباشد می گذاریم به مشق یکم. من این کلمه ها را می خوانم و شما هم از پس من تکرار کنید و کوشش کنید که سکون را درست خوانید. یعنی آواز باید آمده به بالای حرف سکوندار زده کمی ایستاده باز دوام یافته رود. به انا همین چیز بسیار اهمیت دهید. خوب میخوانیم. بار یکم و دویم آهسته میخوانیم و بار سوم و چهارم تیزتر. لحمو، 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 لحمو. دیگرش جسمو، 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 جسمو. دیگرش سهمی، 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 سهمی. دیگرش خبزو، 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 خبزو. دیگرش برقو، 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 برقو. دیگرش تحفظو، 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 تحفظو. خب ما برای یاد گرفتن بار یکم و دویم آهسته میخوانیم به مثل تحفظو، ولی خوانش اساساً باید به مثل خوانش سوم و چهارم باشد. یعنی وقتی که ما قرآن میخوانیم سرعت خوانشمان باید به مثل خوانش سوم و چهارممان باشد. به مثل تحفظو، تحفظو. دیگرش تضحکو، 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 تضحکو. خب ما حرف ضاد با سکون را گفته بودیم که چه خیلی تلفظ می شود در درس گذشته. دیگرش یدخلو، 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 یدخلو. دیگرش یفهمو، 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 یفهمو. دیگرش یغضبو، 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 یغضبو. دیگرش منظرو، 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 منظرو. میگذاریم به دیگر قسم. تکرار کردن را فراموش نکنید. مجلس، مجلس. چخلی که میبینید در این کلمه دو سکون آمده است. یکیش در بالای حرف جیم است و دیگریش در بالای حرف سین. خب آواز میم با فتحه آمده در بالای حرف جیم میزند مج و آواز لام با کسره در بالای حرف سین میزند لیس و در یک جایگی می شود مجلس، مجلس. دیگرش منزل، منزل. در این کلمه هم دو سکون آمده است. آواز میم با فتحه در بالای حرف نون زده کمی می ایستد. آواز ز با کسره در بالای حرف لام می زند و می شود منزل، منزل. دیگرش یشرب، 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 یشرب. دیگرش یشتریت، یشتریت، یشتریت،
يشتريت. دیگرش يسجد. 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 دیگرش مصفر. 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 به سکون ها اهمیت دهید و با همراه من تکرار کنید. دیگرش مرکز. 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 دیگرش نکسر. 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 دیگرش تدخل. 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 دیگرش مطبخ. 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 میگذاریم به دیگر قسم. خوب میخوانیم. يستغفر. 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 خیلی که میبینید ما در جایی که سکون آمده است کمی میستیم. يستغفر. يستغفر. دیگرش مستقبل. 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 دیگرش مغفر. 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 دیگرش ينطلق. 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 دیگرش تصديق. 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 دیگرش سيحمل. 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 دیگرش يستكبر. 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 دیگرش تستخرج. 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 دیگرش تذكر. 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 میگذاریم به قسم دیگری کلمه ها. تغفر. 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 حرف غاین از ف فرقیتش در همین است که مابین حرف ف خالگی دارد ولی حرف غاین این خیل نیست. دیگرش يفهم. 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 دیگرش تفصیل. 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 دیگرش مطلب. 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 دیگرش تغسل. 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 دیگرش يخلق. يخلق.
قو يخلق يخلق دیگرش ملحم 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 دیگرش مشهدو 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 دیگرش مجمع 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 دیگرش يشرح 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 دیگرش تجمع 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 دیگرش يذبح 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 دیگرش مصدر 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 دیگرش تنذرهم 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 دیگرش تحسبو 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 دیگرش تخدم 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 دیگرش وانهر 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 دیگرش يحفظ 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 دیگرش ریب 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 دیگرش کوثر 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 دیگرش عليهم 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 دیگرش قلبك 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 دیگرش غیب 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 خب میگذاریم به قسم آخرانش بینهم 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 دیگرش ملبس 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 دیگرش نحن 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 دیگرش مطعم 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 دیگرش مدخل 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 دیگرش يحسب يحسب يحسب
يحسب. دیگرش محبسو. 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 دیگرش يطلب. 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 دیگرش يجلد. 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 دیگرش تخسر. 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 و آخرانش هم. خوب، خلاصه خواندن سکون اینقدر دشوار نیست. در وقت خواندن فقط دو عمل را اجرا کردن در کار و خلاص. یکم، در وقت خوانش آواز باید به بالای حرف سکوندار زند. در مثال ما آواز میم با فتحه باید به بالای حرف خا زنند، چون که حرف خا سکون دارد و می شود مخ. مخ. و نادرست می شود اگر ما خوانیم خ. یعنی در این حالت آواز میم با فتحه به بالای حرف خا نمی زنند و این طرز خوانش نادرست می باشد. خیلی که ما گفتیم آواز باید به حرف سکوندار زند. مخ. مخ. دویم عمل همین که وقتی که آواز آمده به بالای حرف سکوندار زد باید کمی ایستد و این ایستادن خیلی که گفتیم خیلی کم می باشد. خوب، کمی ایستاده باز دوام می دهیم خوانش را و می شود مخرجو. مخرجو. خوب، در درس امروزه هنگام خواندن کلمه ها اگر شما با دشواری ها دچار شده باشید، یعنی شما اگر حرف ها را نشناختید یا که آنها را درست تلفظ کرده نتوانستید، پس به درس یکم روید. اگر شما حرکت ها را نتوانستید درست خواندن، یعنی بعضا وقت برای چی فتحه آ می شود یا که کسر ای می شود، پس به درس دوم روید. اگر شما شکل های حرف ها را نشناختید، یعنی شما فرق کرده نمی توانید بین حرف یا و تا، بین حرف های جیم ها خا یا که حرف های با و نون را فرق کرده نمی توانید، پس به درس های پنجم و ششم و هفتم روید. در آنجا ما مفصل گفتیم که حرف ها از یکدیگرشان چه خیل فرق میکنند، چه خیل شکلشان تغییر مییابد و چه خیل ما آنها را شناسیم. خلاصه از کدام جهتی که شما به قوت هستید همان جهت را مستحکم کنید، برای آنکه در درس های آینده قاعده های بسیار می آیند و ما آنها را از یاد کرده نمان در کار. برای همین اگر ما قاعده هایی که گذشتیم را مستحکم نکنیم، درس های آینده برای ما دشوار شدن می گیرند. برای همین وظیفه خانگی همین که از کدام جهتی که شما به قوت هستید همان جهت را با قوت کنید. خوب، درس ما به آخر رسید. تا درس آینده، السلام علیکم.